هر عملی را که انجام میدادیم، ولو عمل کوچک باشه ولو عمل بزرگ باشه، یک بار نیت خود را تجدید بکنیم، یک بار یا حداقل نیت خود را ارزیابی بکنیم. و مشهور است از یکی از بزرگان تابعین برای او گفتن که بیا بریم به طرف یکی از صحابه وفات شده بود، بیا بریم به نماز جنازه ازی. گفت مرا یک چند لحظه بگذارید. چند لحظه بعد حرکت کرد. گفت چطور توقف کردی؟ درنگ کردی. گفت من تجدید نیت کردم. تجدید نیت کردیم، یعنی هر عمل که شما میکنین، وقتی میخواین با یک نفر مواجه شدین، میخواین برش سلام بدین، عموما آدم آمادگی میگیره نه که باش برازی سلام بتون احوالپرسی بکنین. ده اینمی هین یک بار نیتتان را ارزیابی بکنین. با این چرا مثلا سلام علیکی بکنم چونی صدقه هست نه؟ همینجا میشین نیتتان تجدید بکنین که خب این برادر مؤمنم هست، این زیاد وقت نمیگیره، خاله که به زبان میگه وقت میگیره، خب اما عملی وقت کمی نمیگیره. خب برادر مؤمنم هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم را تشویق کرده که با برادر مؤمن خود برخورد نیکو بکنیم و لبخند زدن به طرف صدقه هست. اینمی پروسه در لحاظ عملی کم وقت نمیگیره. با اینمی نیت برین که از مثلا پرسونی بکنین، برای سلام بدین و بغل کشی بکنین. این در یک مثال بر شما گفتم، دقت کردین در هر عملی وقتی در اینجا هم میشین، وقتی از خانه حرکت میکنین، خب میرم درس به خاطر چی؟ یک بار ارزیابی بکنین. دقت کردین انگیزه هایتان ارزیابی بکنین و باز کوشش بکنین. یک عالم یک سخن بسیار زیبای دیگه میگفت به یک عمل خیر میتونین چندین نیت بکنین و الله متعال اجر کلشان برات میده. یک عمل خیر انجام میدین، به خاطر اینم یک عمل خیر 10 نیت دیگر هم کاتش بکنین، الله اجر کلش براتون میده و این باعث میشه که شما چند چیز یاد بگیرین. یکی این که ثواب زیادتر کمایی میکنین، ثواب بسیار زیادی براتون کمایی کرده میره. و نکته بسیار مهمتر دیگه است که اخلاص عملی را میآموزید. همین که شما خواسته باشین نیتتان اصلاح بکنین، میبینین انگیزه های ریا میآید، فشار نفس میآید، وسوسه شیطانی میآید و باز شما عملا میآموزین که چه رقم با اینا مبارزه بکنین. دقت کردین وقتی شما نیتتان را اصلاح میکنین، با این اصلاح نیتتان میبینین که مرمی های شیطان هم به طرفتان میآید و مرمی های نفس هم به طرفتان میآید که این نیتتان را خراب بکنه. در اینجا شما وارد پروسه عملی تزکیه میشین. چقدر موفقین و هر قدری که انسان از لحاظ باطنی موفق باشه، در عمل کردش تبارز از او فهمیده میشه. یکی از علما گمان اغلب امام محمد غزالی در کتاب خود یک داستان جالب را ذکر میکنه، قطع نظر از اینکه این داستان چقدر درست است یا نیست، مفهوم درست داره. میگه یک انسان عابدی بود در کدام جای، او همیشه خودش در عبادت میکرد و به قصه دیگران نبود. بالاخره یک باری مردم پیش آمدن که تو خیلی آدم عابد و خوبی هستی، در فلانی جای مردم فلانی درخت را پرستش میکنن، تو چطور در مقابل چیز نمیگی؟ خب بالاخره تصمیم میگیره تورق خدا میداره میره که او درخت قطع بکنه. در راه شیطان به شکل یک انسان پیش از او میاد و از او پرسان میکنه کجا میری؟ میگه من میرم که برم درخت قطع بکنم، مردم برای عبادت میکنن. حالا شیطان میخواد مانع شه، برش میگه خب الله تعالی تو را به این کار مکلف نکرده، تو برای عبادت بکن دیگه. خب بالاخره این تصمیم میگیره، میگه نه نمیشه، تو این مکلفیت ما است، این مسئولیت دینی ما است. خب بالاخره شیطان با این جنجال میکنه. این هم خوب به تو قوت شیطان در زمین میزنه. بالاخره نزدیک است که شیطان بکشه، بازی باش میگه خب یک راه حل دیگه برات میدیم، تو میخوای کار خیر بکنی؟ میگه بله من میخوام کار خیر بکنم. میگه من یک کار خیری که از این قدر بیشتر از برات تو. میگه او چی هست؟ میگه تو انسان هستی، مال و صدقه مال و چیزا نداری، بیا من برات تو هر روز مال میتم، هم عبادتت میکنی، هم برای مردم صدقه میدی و هم از به اصطلاح از طلب کردن از مردم بیغم میشی، خیرت به مردم هم میرسه و به خودت هم میرسه. این میگه که والا پیشنهاد خوبه. خلاصه میگه که تو برو در خانه، من هر روز در خانه یک مقدار پول میارم، یک روز که میاره بعد از یک روز نمیاره. این باعث آبش خراب میشه، باز تورک خدا میگیره دیگه، حرکت میکنه دیگه، درخت قطع بکنم در راه، باز این مرد که پیشش میگه که تو کجا رسی؟ میگه میرم درخت قطع میکنم. میگه نه به خدا که قطع کرده بتونیش. خلاصه جنجال از اینا میخزه، اینا که این دفعه درگیر میشن، شیطانی رو چپر میکنه. باز برش میگه که چی گپ شد؟ میگه دفعه که اومده بودی نیت تفاوت داشت، به همین خاطر الله متعال داره نصرت کرد. واقعا همونطور هم است، وقتی انسان در انجام عمل مخلص باشه، الله متعال رو نصرت میکنه. اما این دفعه به خاطر از پیسه اومدی دیگه، به خاطر پیسه که اومدی دیگه این دفعه باز موفق شده نمیتونی. به این خاطر وقتی انسان در تلاش اصلاح نیت خود است، عملا ابزارها و وسوسه های نفس و شیطان میآیند تا این نیتش خراب بکنن. هر قدر انسان در اصلاح نیت خودش موفق بود، اخلاص بالاتر داره و هر قدری که ناموفق بود اخلاصش کمتر است. خب مهم است که ما در همین مبارزه یک بار دخیل شویم. غالبا از این مبارزه غافلیم.